16 میلیون عسل صخره‌ای برداشت کوهستان رو میریزیم. 2 کیلو گرد نخل رنگارنگ کوهستان اضافه میکنیم به این معجون مقویمون. اینم گرده گل آسیاب نشده است. تو اون قبلی هم من به اشتباه گفتم گرده نخل، گرده گل آسیاب شده بود، اینم آسیاب نشدهش. 2 کیلوگرم دوباره اضافه میکنیم. 1 کیلوگرم ریشه جنسینگ اصل کره‌ای شمس، تنها دارنده مجوز پخش جنسینگ قانونی تو کشور اینم 1 کیلو خشخاش آسیاب شده اصل افغانستان که درمان کمردرد، پادرد و دردای آرتروزیه. اینم آسیاب نشده شه. 1 کیلو هم آسیاب نشدهش اضافه میشه. اینم 50 گرم زعفرون، ریشه زعفرون و 5 گرم هم زعفرون. بیشتر از این نباید استفاده بکنید، خطر سکته داره بیشتر از این هم مصرف بشه زعفرون. گرده نخل 750 گرم. و مهمترین چیزی که توی این معجون ما به کار میبریم، همه جا شاید ندیده باشید، این ژل رویال اصله که حتما باید تو جای خنک نگهداری بشه، سرد. ببینید ما توی یخ اینو نگه داشتیم، یخ زده نیستش ها، تو جای سرد بوده. و حدود نیم ساعت دیگه این معجونمون هم میخوره و آماده است. اینم سوپر معجون مقوی و بسیار مؤثر برای درمان کمردرد، پادرد، تقویت قوای جسمی و جنسی. ورزشکارای عزیز میتونن قبل از تمرینشون 1 تا 2 قاشق از این محصول بسیار مقوی رو بخورن تا انرژیشون چند برابر بشه. برای ثبت سفارشش و نحوه ارسالش کلمه سوپر معجون رو برامون زیر این پست کامنت کنید تا تمام اطلاعاتش و نحوه ثبت سفارشش رو براتون ارسال بکنیم.